من میتونم تجربه 50 سالمو بهت بگم، چیزی که یاد گرفتم بذارم زمین و رها کنم برم. خوشحالی های من سرچشمه از نقش ها و اون جوایزی که از مردم گرفتم نیست. واقعا این درسته؟ نه، کاملا نه. من دارم سن 70 سالگی در این سن دارم تجربه رو بهت میگم. آره به من ضرورت گوش نکن. یه 5 دقیقه سکوت بگذارون هر روز صبح، تمرین کن 5 دقیقه. میدونم که سخته، با اون کسایی هم هستم که در این اتاق هستم، میدونم سخته. خودتو بهش نرسون، خودتو درگیرش نکن. منظور من موبایله. میدونم که سخته، میدونم که غیر ممکنه، ولی 5 دقیقه سکوت کن. میدونی تو 5 دقیقه سکوت چه کار باید کرد؟ من برای نسل شما دعا میکنم، چون مشکلاتی که شما داشتید ما نداشتیم و اینکه مقصر ما هستیم که این وسیله رو تو دست شما گذاشتیم. بین 9 میلیون ایده در دقیقه و اینکه مردمانی که الان شما رو دوست دارن یکو از شما متنفر میشن. من متوجه نمیشم چرا. من حتی نمیدونم اکانت اینستاگرام چی هست، لینکدین چی بهش میگید شما؟ لینک؟ آره. خب شما لینکدین نداری؟ نه، من کادیلاک دارم و کادیلاک میرونم.